نمایندگان آقای رضا پهلوی در اسرائیل وقتی رفتن بر اساس این برنامه رفتن. آغاز گفتگو درباره ایجاد سفارت، بعد میگه درخواست کمک برای ایجاد ثبات امنیت. یعنی اینه که ما همه مناسباتمون از نظر آقای رضا پهلوی و نمایندگانشون در ایران وضعیتمون رو درست کنیم باید با نظارت و کمک اسرائیل باشه. کار به جای کشیده میشه که حتی میگن که اسرائیل باید در حفظ امنیت مرزهای ما هم به ما کمک بکنه. دیگه طرفین بدون مشورت با هم هیچ اقدامی نمیکنن. یعنی اینه که آقای رضا پهلوی بدون مشورت با اسرائیل نمیتونه هیچ کار رو انجام بده و متاسفم این رو بگم حتی مخالفین این رژیم هم نمیبینیم که یک چنین به اصطلاح مواردی رو که در این نامه و در این سند نوشته شده به عنوان قرارداد بین آقای رضا پهلوی و طرفدارانشون با یک دولتی مانند اسرائیل که در منطقه که همواره در طول تاریخ از زمان تأسیسش ایران رو به عنوان رقیب اصلی خودش در منطقه حداقل میدونسته در عصرهای گوناگون رو بهش برخورد منطقی بکنه. کسی که میاد میره همچین سندی رو منتشر میکنه علنا، این داره سند تصمیم این قرارداد با 1919 هیچ فرقی نمیکنه. یعنی چطور اون زمان 1919 اونجوری نقد شد و انقدر داد میزنه شما سند رسمی تسلیم ایران رو به انگلیس دارید ما مستعمره میخوایم. این از اون بدتره اگر نگاه بکنید. یه دوره رو تعریف کردن دوره پیشا سقوط، پیشا سرنگونی اونجا نوشتن. اونجا اصلا دیگه رسما نقشه حمله نظامی به ایران رو کشیدن. نگاه کنید چه بساطی بخواد درست بشه. خب فرض بفرمایید برای من ایرانی که اینو نگاه میکنم این برنامه جنگ داخلی در کشور من هم نگاه میکنم عین طرحی که در استان سویدای سوریه داره اجرا میشه اینا میخوان تو ایران اجرا کنن. از اون مهمتر روز به روز به صورت علنی‌تر مزدور بیگانه دارن میشن و مزدور اسرائیل. یعنی کاش مزدور آمریکا بودن. آدم میگه بالاخره این مثلا با یه کشوری داره مزدور یه جایی شده که این یه قدرتی داره یه تشکیلاتی داره.